سلام به اهل ذوق و به اهل نظر. امروز در برنامه یکی از محققان اسلام شیخ محمد صالح پردیل حضور دارند و فعلا استاد را به شبکه یکم خیر مقدم میگیم. بسیار خوش آمدید به برنامه ما. خیلی ممنون. و استاد عزیز، خواستیم صحبت ما در مورد عقل و علم باشد، یعنی دو نعمتی که برای یک انسان از جانب خداوند هدیه شده است و این هدیه را باید بسیار ارزشمند بپنداریم و بسیار قدر بکنیم. و میخواستم از نظر شما همچنین یک محقق اسلام، عقل و علم در اسلام چگونه ارج گذاشته میشه؟ دیگر سخن از شما استاد، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوبش. از خداوند خالصانه میطلبیم که خداوند ما و شما همه توفیق شکر نعمتهایش عنایت بفرمایند تا از نعمتها بهره مند بشویم. از همه برگزار کنندگان و مجریان این برنامه خوب و دوست داشتنی که دارن زحمت میکشن و این برنامه رو تدارک میبینن برای مردم عزیز و خوب و دوست داشتنیشون، و همچنین از همه بینندگان عزیز بی نهایت سپاسگزار و تشکر دارم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتن که با هم دیگه کمی درد دل بکنیم، گپ بزنیم. سوال بسیار ارزشمند و مفیدی است. خداوند عقل را مناط تکلیف قرار داده. از این جهت عقل در اسلام یا در فرهنگ دینی و قرآنی ما مهم است، چون مناط تکلیف هست. انسان مکلف نمی شود، قابلیت توجه خداوند پیدا نمی کند که خطاب خداوند به او صادر بشود تا اینکه عقلش به کمال برسد و به سن رشد و تمییز برسد. پس عقل سرمایه بزرگی است. دانشمندان اروپا و غرب در کتاب تکنولوژی فکر و قدرت انسان و فکر انسان میگویند که عقل انسان و فکر انسان در یک ساعت قابلیت و ظرفیت عبور 60,000 فکر رو از خودش دارد. این انسان چه موجودی است خدا میداند که اونو ساخته و اونو آفریده. خداوند در سوره الرحمن میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خطاب میکنن به انس و جن، دو موجود خردمند و هوشمند. میگه که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ای معشر انس و جن، اگر می توانید به اطراف زمین و آسمان دسترسی پیدا بکنید بفرمایید، ولی هرگز نمی توانید مگر با سلطان، و سلطان یعنی قدرت، و قدرت یعنی قدرت علم. انسان به علم است و تفکر، به علم است و تفکر. علم ثمره تفکر هست، ثمره عقل هست. اونهایی که بهره خوب از فکرشان میبرن، از عقلشون میبرن، بهره خوب از علم، بینش، اندیشه، تفکر و بهره خوب از نعمتهای خدا نصیبشون میشود. همه نعمتهای بیکران و بیشمار خداوندی رو میشه با فکر و عقل و اندیشه به بهره برداری رسون. اگر انسان فکر را تعطیل کند، استفاده از کل نعمتها تعطیل میشود، یا نعمتها رو به هدر میدهد، پایمال میکند، در نتیجه خود انسان پایمال میشود. پس عقل انسان و فکر انسان بزرگترین سرمایه‌ای است که در اختیار انسان هست برای رسیدن به کمالات. همینطور که گفتم، اما در مبحث عقل من در قبلا هم مصاحبه کردم، فکر 3 مبحث دارد. یکی فکر کردن، مفید و مثبت فکر کردن و جهانی فکر کردن. انسان به جایی میرسد که فکر او میرود. پیامبر صلی الله علیه وسلم
در جزیره العرب در اون چند سالی که از خدا عمر گرفتن، از بعثتش تا رحلتش، یعنی 23 سال از جزیره العرب خارج نشدن از اون محدوده جغرافیایی، یعنی تو اون 23 سال بعد از بعثت. اما با فکری و دوراندیشی و فکر بلندی که داشت به کل بشریت، رسول الله صلی الله علیه و سلم به کل دنیا سفر کردن، نه در زمان خودشون تا امروز با فکر. پس انسان هر جای فکرش بفرستد خودش هم همونجاست. خداوند دربارش میفرمایند و رفعنا لک ذکرک، ما نام تو رو بلند کردیم چون فکر تو بلند بود، برای کل بشریت بود. و علامه اقبال لاهوری این تفکر و این باور رو به بیت شعر میکشاند به اردو زبان و میگوید چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هی هموطن ہے، سارا جهان همارا. چین و عرب مال منه، هندوستان مال منه، مسلمان هر کجا که باشه هموطن منه، سارا جهان همارا، کل جهان و مردم جهان مال منن. یعنی به بشریت فکر میکنه. فعلا شما از این متفکر بزرگ شرق یاد کردید، میگه با اون مؤمن خدا کار ندارد که در تن جان بیدار ندارد. و شاید منظور علامه اون جان در تن عقل و علم باشد. بله بله. ما در قرآن 64 تا خطاب ویژه داریم. ما خطاب‌های خداوندی داریم به یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو. این یا ایها الذین آمنو خطاب ویژه است برای بندگان ویژه و استثنایی. علما و مفسرین میگویند هر جای خداوند خطاب ایمانی میکند، میگوید یا ایها الذین آمنو، یعنی ای اهل خرد. پس هر مؤمنی نمیتواند مؤمن باشد مگر اینکه خردمند و اندیشمند و متفکر باشد. به خدا رسیدن تفکر میخواهد. ها، به خدا رسیدن تفکر میخواهد. پس انسان مؤمن یعنی انسان عاقل. اگر امروز مسلمانی منسوب به اسلام کارهای بیهوده میکند، باید تجدید نظر بکند، اصلاح بکند، خودش رو اصلاح بکند. اسلام بیشتر اجتهاد را، یعنی فکر کردن، تفکر کردن را تبلیغ و تشویق میکند. درسته. ولی علت چی بود که چند مدت درها برای اجتهاد بسته بودن؟ خودمون نخواستیم فکر بکنیم. فکر که تعطیل نمی شود. فکر در اختیار من و توست. هر وقتی بخواهیم میتونیم فکر بکنیم. پس هر وقتی ما نخواستیم که عقل رو تعطیل بکنیم میتونیم فکر بکنیم، اما با ابزارش. در تفکر بسته نیست. در نتیجه ما اگر قرآن رو بررسی بکنیم، قرآن دستورالعمل زندگی مسلمان است و کتاب خاتم هست و بعد از قرآن دیگه کتابی نیسته. خب این قرآن باید در طول زمان جوابگوی متطلبات و مستحدثات جدید باشد، عصری باشد. در نتیجه خیلی از آیات قرآن برای صحابه مشخص نبود، چون برای اون روز نبود بلکه برای روزهای ماست. پس قرآن مصدری است که و سنت مصدری است که برای طول زمان هست. خب استفاده از این قرآن باید منوط به تفکر متفکران باشد، یعنی هرچی بیشتر غوص بکنن، تعمق بکنن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اصلا پیامبر صلی الله علیه وسلم 13 سال در زندگی مکی خودش در مکه به عربها نگفت که خدا بپرستید، اونها رو فکر کردن یاد داد که بتونن فکر بکنن. در ابتدا 13 سال فقط به عربها که لقب جاهلیت گرفته بودن به خاطری که فکر نمی کردن و وظیفه فکر رو تعطیل کرده بودن، فقط 13 سال فکر کردن به اونها یاد داد. وقتی که فکرمند شدن و فکر رو دوباره، وظیفه فکر رو که فکر کردن است و مثبت فکر کردن است، دوباره چه بالاخره انجام گرفت و فکرشون فعال شد، خودشون راه انتخاب کردن. بعد از 13 سال که فکرمند شدن، پیامبر هجرت کرد به مدینه، به یثرب. اینا هم دنبالش رفتن دیگه فکرمند شدن، دیگه فکرمند شدن، دنبالش رفتن. یعنی از جوهر آگاه شدن. انسان هر وقتی که فکرمند بشه راهش رو پیدا میکنه. وقتی که فکر رو تعطیل کرد عقب میفته. پس من دیروز در مسجد حصار گفتم که در سال 2002 در سال 2001 میلادی کشور فرانسه
$5 میلیون به روشنایی برج ایفل که رمز فرانسه است افزود. بعد یک ساعت اونجا نصب کرده بودن، این عقربه ساعت ثانیه ها رو میشمارد. 10 ثانیه برای وارد شدن به سال 2001، 9 ثانیه، 8 ثانیه، 6 7 ثانیه تا رسید به 1 ثانیه. کل ملت فرانسه هم تماشا میکردن. میدونی پیامش چیه؟ این 1 ثانیه وارد شدیم به سال 2001. پیامش با اون $5 میلیون روشنایی که و چراغانی که برج ایفل چراغانی کرده بودن، پیامش این بود که ما میخواهیم در سال 2001 دولت و ملت فرانسه در دنیا بدرخشد، اما زمانی میدرخشد که از ثانیه های سال 2001 مردم فرانسه استفاده بکنن. خب اگه فکرمند نباشن که نمیتونن استفاده بکنن. این فرهنگ ماست، استفاده از فکر، ولی ما فکر رو تعطیل کردیم، مقلد کور شدیم. میخوام یه چیزی برامون آماده بکنن، چشممون ببندیم، تو دهنمون هم بذارن. نمیشه. باید تلاش کرد، باید فکر کرد، فعال شد. و استاد چون سخن از فکر میرود، فکر فطری است یا کسبی؟ یعنی فکر و عقل در انسان. عقل خداوند در انسان نهاده. هر کسی نکن روزی 2 تاست، یکی روزی که براش تلاش میکنید و یکی روزی که خودش میاد. ولی فکر یک سرمایه خدا داده. این فکر با فکر کردن و تمرین کردن و تعمق و نظر فعال می شود، رشد می کند. یعنی فکر انسان قابلیت رشد دارد و رشدش با تمرین کردنه، با فعال کردن فکره، با تست کردن هوشه. اینجاست که خداوند در قرآن می‌فرماید سنوریهم آیاتنا. خداوند چشم و گوش و حواس و دروازه‌هایی برای فکر قرار داده. پس فکر انسان خداوند میگه میدان تفکر 2 تاست، سومی ممنوعه. 3 تا میدان تفکر داریم. خداوند میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما نشانه های قدرتمون رو در آفاق و انفس به اونها نشون میدیم تا ثابت بشه به اونها که این حقه و حقیقته. پس میدان تفکر برای فکر کردن است. خدا عقل داده که فکر بکنیم و دل داده که دوست بداریم. خب حالا دل داده دوست بداریم، دوست نداریم، دشمنی بکنیم، چی میشه؟ دنیا به هم میریزه. عقل داده که فکر بکنیم، فکر نکنیم، دنیا آباد میشه؟ نه، آباد نمیشه. اصلا با یه نفر فکر میکنه ولی فکر منفی میکنه، دنیا آباد میشه؟ دوباره ویران میشه. برعکس. پس باید فکر رو فعال کرد و مثبت و مفید فکر کرد و جهانی فکر کرد برای همه بشریت. اونجا من گفتم که فکر انسان مثل چتر نجاته. اگر کماندوی خودش رو از هواپیما میندازه پایین، اگر این دکمه رو فشار نده که چتر باز نشه، سقوط میکنه. فکر انسان همینه. با وجودی که انسان فکر داره، خودش فکرش داره حمل میکنه، ولی اگر فکر بسته باشه، فکر باز نشه، فکر با چه باز میشه؟ با تفکر در آفاق و انفس. مثالهای زیادی در قرآن هست که میشه اشاره بهش کرد وقتی انسان فکر میکنه. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، ما را از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. استاد ببینید که در قرآن زیاد و زیاد تاکید شده است بر بندگان که فکر بکنید، دنبال علم باشید. و حتی یک حدیث است که انسان تا روزی که دنبال علم است در راه خداست تا بازگشت. حدیثه بله. ولی چرا با این همه تاکیدها، هشدارها مردم مسلمان تا جای عقب مانده شدن؟ علتش چی بود؟ من جا داره تبریک بگم استقلال این کشور عزیزمون که 18 سال از استقلالش گذشته و ما الان در شرف 19 سالگی از استقلال، یکی دو ماه چند ماه دیگه جشن 19 سالگی استقلال این کشور عزیزمون داریم میگیریم. جمعیت کشور تاجیکستان 7 میلیون و نزدیک به 300,000 نفره. جمعیت کمی از نظر حیث عدد و وسعت جغرافیاییش، مساحتش 143,100 کیلومتر اگر اشتباه نکنم. اینم مساحت خیلی کمه در مقایسه با کشورهای دیگه. اما امروزه میگن توسعه و وسعت یک کشور نه به نفوسشه، نه به وسعت جغرافیاییش، به توسعه فکر و وسعت و بلندی فکر ساکنین اون کشوره.
ما کشور آلمان، من آمار دادم، تحقیقات نشون داده که کشور آلمان از هر 1 میلیون نفر جمعیتش 6000 ژن برتر دارد، یعنی 6000 پروفسور مثل امام اعظم. کشور ژاپن، کشور ایتالیا 5000 خورده ای. اما ممالک اسلامی از هر 1 میلیون نفر 1 پروفسور، 1 تا 1.5 تا 2. نه اینکه اینها ندارن، اینها دارن، باید کشف بشن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الناس معادن کمعادن الذهب والفضه خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. میگه انسان ها چون معدن های طلا و نقره هستند، ولی ما دنبال کشف سنگ و سیمان هستیم، میریم تو کوه، تو دشت که معدن گچ، سنگ، سیمان کشف کنیم، در صورتی که ما باید معادن انسانی رو کشف کنیم. اون وقتی که ما فکر نمی کنیم، البته ما همیشه میگیم استعمار استعمار استعمار، دیگران نخواستن ما فکر بکنیم، ولی الان کی مانع من میشه که من فکر بکنم یا نکنم؟ یعنی این بهانه نمیشه. این بهانه نیست. ما به خاطر که شانه رو خالی بکنیم از مسئولیت همیشه میگیم دشمن، مخالف. ما خودمون نخواستیم، الان که مانع من میشه؟ تو خونه نشستی که مانع میشه که فکر بکنید؟ امام ابن سینا میگن پدرش همیشه بهش میگفت تو نابغه میشی پسرم، تو نابغه هستی، تو نابغه هستی، تو نابغه هستی. باورش شد، اعتماد به نفسش رفت بالا. متفکرین جهان میگن استعداد و هوش انسانها 99% از متوسط به بالاست، فقط 1% به پایینه. این اختراعاتی که در دنیا رخ داده همش نتیجه 2-3% فعال شدن فکر انسان هاست. اولین کسی که فکری پرواز کردن و بال زدن در آسمان رو اختراع کرد شخصی به اسم عباس ابن فرناس اندلسی اسپانیایی بود، از مسلمان بود، عباس، که به فکرش رسید که انسان میتونه پرواز بکنه. طرف بالای تپه کوهی بالی مصنوعی درست کرد، یه مقداری پرواز کرد. حدوداً 100 سال 100 خورده سال پیش برادران رایت، ویلبر رایت آمدن، آلمانیان، هواپیما رو اختراع کردن، ولی اون فکره پرواز رو کسی دیگه اختراع کرده. خداوند در قرآن میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، برای علمایی که و دانشجویی که این کلامو میشنون که دیدشون نسبت به قرآن به عنوان یک کتابی که فقط برای یک سری چیزهای نمیدونم برای فال گرفتن، متاسفانه امروز قرآن رو برای فال گرفتن و برای تعویض نوشتن و برای نمیدونم تبرک و بوست زدن و گذاشتن و برای این نیست. خداوند میفرمایند والخیل والبغال والحمیر لترکبوها و زینه و یخلق ما لا تعلمون. این آیه قرآنی است. میگه خیل و بغال و حمیر، اسب و شتر و قاطر و اینا در اون زمان به صحابه داره میگه، خطاب به صحابه است. به اون زمان میگه اینا اسبابن وسایلن برای نقل و انتقال و زینت. هدف از خلقت این وسایل نقلیه اون زمان، بله، چارپایان اون زمان. ولی دنباله آیه رو خوب دقت بکنید، اونایی که اهل علمن و اهل نظرن، میگه و یخلقو فعل مضارع است. فعل مضارع دلالت بر چی میده؟ بر آینده و استمراریت، یعنی یه چیزی در آینده شکل میگیره و استمرار پیدا میکنه. ما لا تعلمون، این نکته خیلی مهمه. خداوند به صحابه پیامبر 1400 خورده سال پیش میگه خداوند یه روزی در آینده وسایل نقلیه رو جدید خلق میکنه، عوض میکنه که شما نمیدانید، شما ندیدید، نیازی هم نداره که شما بشنوید و بدونید اون چیه و اون هواپیماست. پیشگویی خدا قرآن این و یخلقو وسایل نقلیه برای شما جدیدن خلق میکنه متناسب با زمان شما و وابسته به تفکر شما، فکر شما که فعال میشه. پس زمانی ملت و دولت و کشور تاجیکستان عزیزمون باید جشن بگیره برای استقلالش که استقلال اقتصادی و فکری و علمی داشته باشد. امروز دیگه استعمار خاک نیست، استعمار حد و حدود و مرز جغرافیایی نیست، امروز استعمار عقله. ما در آمریکا 6000 متفکر ایرانی داریم، 6000 متفکر ایرانی، حتی در ناسا. ما مقوله‌ای داریم به اسم فرار مغزها. با دیدی که از رئیس جمهور شما من دیدم، من امروز کتابخانه ملی شما حکیم فردوسی رو بازدید کردم، خیلی خرسند شدم، خیلی امیدوار شدم.
امیدواریم از اونجا بود. خوشحالیم مضاعف شد وقتی که منو بردن اونجا، کتاب‌هایی رو نشونم دادن، چیده بودن رو میز، گفتن ایشون تألیفات و نوشته‌های جناب عالی رئیس جمهور محترم ماست. و وقتی اون مقاله چند صفحه‌ای که خود رئیس جمهور در افتتاح جلسه این کنفرانس رو قرائت کرد، من فهمیدم که ایشون عالمن و علم دوستن و عالم دوستن و متفکرن و آینده نگرن. و این کنفرانس پدری وقتی که 500 تا عالم و متفکر از جهان اسلام و از جهان 50 کشور دعوت میکنه، هزینه میکنه، میاره تو کشورش، میخواد نسل آینده رو با علما آشنا بکنه، با متفکران آشنا بکنه و این بچه ها رو بیاره به علما بگن که برای اینها دعا بکنید تا اینها هم نابغه بشن، عالم بشن، حرفی برای گفتن داشته باشن، تا امامشون رو بشناسن. من امروز در یکی از مساجد صحبت داشتم، دکتر عمر عبدالکافی نقل میکنه در یکی از کتابهاش که امام ابو حنیفه بچه بود، در خواب دید که قبر پیامبر رو داره نبش میکنه، خاک برداری میکنه. بعد یک دفعه از خواب پرید، خیس عرق شده بود، دوید به طرف مادرش گفت که چی شده پسرم؟ گفت خواب عجیبی دیدم. گفت خوابت چی بود؟ گفت که قبر پیامبر رو داشتم خاک برداری میکردم. مادر وحشت زده شد، دست پسرش گرفت برد بیا عالم، گفت این تفسیر خواب پسر من بکن. گفت شما آرام باشید، این پسر شما آینده بزرگی دارد، این تشنه میراث پیامبره، این داره جستجو میکنه، خاک برداری میکنه که به میراث پیامبر برسه و میراث پیامبران فقط علم بود. جمع آوردن این همه بزرگترین دانشمندان جهان، این هم یک کاری فکر میکنم خیلی ارزشمند است. یعنی من در یک کلمه میخوام بگم که رئیس جمهور شما انسان ملهمیه. انسان ملهمیه. ملهم یعنی چی؟ یعنی این که این فکر تو ذهنش آمده بهش الهام شده، خدا تو دلش انداخته. بله. که این خدمت، گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما نزد خداوند کسی است که علم و قرآن رو یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. اگر خودت یاد بگیرید و زمینه رو برای دیگران فراهم نکنید، علما میگن اگر عالمی بگه من دعوت میکنم، تبلیغ میکنم که مردم اصلاح بشن به اندازه خودم، میگن این عالم هم حسوده، هم بخیله، هم خودخواهه. اگر عالم نیست، یعنی اگر این عالم بخیل نبود و خودخواه نبود و حسود نبود، میگفت من کاری میکنم چیزی که خودم بهش نرسیدم شاگردانم بهش برسن، اونا از من موفق تر بشن، اونا از من پیشی بگیرن. این بهش میگن استاد و مربی و خیرخواه و دلسوز. و هر انسانی مسلمانی باید شخصیت خودش رو روی زمین ثابت بکنه، بعد بره تحول آفرین باشه. هر انسان مسلمانی 5 مرحله رو باید بگذرونه، 4 مرحله ببخشید. 5 مرحله. طالب اول باید طالب علم باشه، آدابش رو باید رعایت بکنه. میگم امام اعظم رحمت الله علیه در خونه که میخواست بخوابه، در خونه خودش، خونه استادش حماد اون دورتر بود، یعنی وقتی میخواست بخوابه یا تکیه بزنه پاشو به طرف خانه استادش دراز نمیکرد که شاید بی حرمتی باشد، پاشو جمع میکرد به طرف دیگه. چطوری ما پامون به طرف قبله دراز نمیکنیم؟ یعنی این ادب و این تواضع رعایت میشه. من داستانی نقل کردم درباره امام مالک. امام مالک در مسجد پیامبر کلاس حلقه بزرگی داشت. یکی از شاگردانش محمد ابن ادریس شافعی بود، یکی یحیی ابن یحیی اللیثی از اندلس آمده بود، از اسپانیا آمده بود. حلقه بزرگی داشت. بعد یک روز دید که شاگرداش حلقه تعلیمو یکی بعد از دیگری خالی میکنن، میرن بیرون از مسجد. یه چند نفری موندن. یکیش یحیی ابن یحیی اللیثی اندلسی بود. گفت که پسرم این همکلاسی‌هات کجا رفتن؟ گفت که استاد گفتن که در مدینه فیل آوردن. در مدینه جزیره العرب فیل نیست. اینا دارن میرن تماشای فیل. سرشو تکون داد استاد. گفت پسرم شما یحیی بیا نزدیکتر، پسرم شما دوست ندارید برید بیرون تماشای فیل بکنید؟ این شاگرد سکوت کرد، بعد صورتشو بلند کرد، تو چشم استادش نگاه کرد، گفت استاد
فیل من تویی، من آمدم به تماشای تو. استاد وقتی این ادب و این رجاحت عقل در این دانش آموز و این طلبه دید، گفت پسرم بیا نزدیک، بیا پسرم بیا نزدیک. کل وجودشو در اختیارش گذاشت. و این یحیی ابن یحیی اللیثی یکی از دانشمندان به نام مسلمانان شد و جهان شد. ادب خیلی مهمه. پس هر انسان مسلمانی باید 4 مرحله رو بگذرد. طالب علم باشد، اول آداب خودش دارد، بعد عالم میشه، بعد عامل بشه، بعد معلم بشه، بعد مربی بشه. فرق است بین معلم و مربی ها. معلم کلمات خوش که به روح هم میتونه بگه، بیاد مسائل علمی رو نقل بکنه، انتقال بده، این معلمه. ولی مربی کسی است که همراه تعلیم علم نفوذ معنوی دارد تو رعیتش، تو مردمش، تو شاگردش. نفوذ معنوی. پیامبر مربی بود، نفوذ معنوی داشت، با معلمین دیگه فرق میکرد. یعنی هم تعلیم و هم تربیت، هم تزکیه. یعنی نفوذ معنوی، بالاترین درجه مربی بودنه، که همونطور که شما تعلیم میدید، مسائل علمی رو نقل میکنید، اونو میسازید، اونو تزکیه میکنید، اونو با مسئولیت میکنید. این خیلی مهمه. جامعه ما امروز کمبود مربی داره که نفوذ معنوی داشته باشه تو شاگردانش. به من گفتن که دیروز نمیدونم سالگرد تولد پرزیدنته. من خیلی خوشحال شدم، ولی تولد واقعی زمانی است که انسان مطلب جدیدی، کلمه مفیدی، علم جدیدی، اخلاق جدیدی در زندگیش رخ بدهد. و من این کنفرانس و این سمینار رو تولد واقعی برای پرزیدنت میدونم. این تولد من بهش تبریک میگم که در سالگرد تولدش 500 عالم آورد اینجا که تولد معنوی برای خودش و برای کل مردم تاجیکستان و مردم جهان که از ماهواره پخش می شود شکل بگیرد. میلاد فکر جدید. میلاد فکر جدید. خواننده مشهور پاپ انگلیس کات استیفنز که اگر اسم اسلامیش بگم همه میشناسنش، یوسف اسلام، میگه که من سل گرفتم، بیماری سل، دعا کردم خدایا منو شفا بده، دور خوانندگی و این رقص و بزم و عیش و نوش و شراب و همه چی کنار میگذارم، خط میکشم. دیگه دعا کردم، دعا از سوز بود، دعای من مستجاب شد. یه خواننده پاپ، دعای من مستجاب شد. سبحان الله، یک نفر قرآن ترجمه به زبان انگلیسی به من هدیه داد. من ورق زدم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بسیار بخشنده بسیار مهربان. وقتی گفتم بسم الله، اصلا یک انقلابی در درون من ایجاد شد. این کلام غیر عادی بود، کلام بشر نبود. میگه خبرم نشد این که قرآن رو کامل کردم من الجنة و الناس. هر کلمه و هر حرفی که میخوندم یک تولدی بود، یک تولدی بود، یک تولدی بود. علما میگن شاگرد خوب و موفق تولد دوباره استادشه، و فرزند خوب و صالح تولد دوباره پدرشه، و رعیت خوب و بچه های خوب دانشگاهی تولد دوباره همون رئیس جمهورشونه که تکرار میشن وقتی که این خدمت رو بهشون بکنه. یعنی رئیس جمهوری علما سال امام اعظم قرار بده. از اون طرف هم هنوز این تمام نشده، سال آینده سال علم و تکنولوژی خواهد. بله. یعنی هم امسال نگاه کن، این حسن انتخاب بهش میگن، این توفیق است، توفیق نصیبش شده که اول احترام به علمای دین، بعد سال بعدش سال چی اقدام بکنه؟ سال تکنولوژی، علم روز، معارف و فرهنگ تکنولوژی که ما از زمان و از پیشرفت علوم هم عقب نیفتیم، وگرنه دوباره چه همون وابستگی میاره. یعنی استاد اندیشه ها سلسله میگیرن. بله. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، ما را از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. و استاد واقعا میگه که علم و حکمت گمشده مومن است، او را هر جا که پیدا کند بعد بگیرد برای خود، برای سعادت خود، برای رشد و برای پیشرفت خود و جامعه. و روشن فکری را شما چگونه معنی داد میکنید؟ یعنی یک انسانی روشن فکر باید چگونه باشد؟ انسان روشن فکر به نظر من کسی که با دید عمیق به مسائل نگاه میکنه، دوراندیشی داره، بر مبنای حکمت چه قدم میگذاره. متشکرم. ما خیلی از علما داریم، فقیه هم هستن، مفتی هم هستن،
جواب فتوا هم میدهند، سوال و جواب شرعی میدهند، اما متفکر نیستند. نیست. ما در جامعه اسلامی و امت اسلامی امروز متفکرینی که دارای هنر ارتباطات باشند، روابط عمومی قوی داشته باشند، حکمت داشته باشند، تفکر و اندیشه بلند داشته باشند که بتونن بشریت رو به اقناع برسانن، به قناعت برسانن که اسلام زیبا و جذاب جلوه بدهن. خیلی ها اسلامو میگن ولی اسلامو نازیبا میکنن، اسلامو نازیبا جلوه میدهن. ما نیاز به متفکرین دوراندیش ظریف بین داریم که تولیدگر فکر باشه، تحلیلگر باشه، بله، و تولیدگر فکر باشه، بله، و تولیدگر فکر باشه. ما همطور که گفتم آیه در قرآن هست والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که در راه ما جهاد کردن. جهاد یعنی چی؟ یعنی بذل جهد، اون چیزی که در توانشون بود گذاشتن، یعنی بذل جهد و تلاش برای رسیدن به چه؟ به هدف، برای چیزهای ایدئال و مسائل خوب. خداوند چی میگه؟ لنهدینهم سبلنا، ما راههای رسیدن به خودمون رو نشونشون میدیم. علما میگن جهاد 5 تا جهاده: جهاد مالی و اقتصادی، جهاد تعلیمی با همه ابزارش و جهاد تبلیغی با همه ابزارش. این الان یک جهاد تبلیغی است. اینا ابزار تبلیغن. ما نباید از اینا عقب بمونیم. همه ابزار زمان ما نیاز داریم. اینترنت، کامپیوتر. ما الان در خود اسپانیا و پرتغال بیش از 120,000 نسخه کتاب دستنویس مسلمان‌ها اونجا تو موزه نگهداری میشه، چون اسلام نزدیک به 900 سال در قلب اروپا بر نیمی از اروپا حکومت میکرده. 120,000 کتاب به زبان عربی در زمینه‌های مختلف. کنگره، بزرگترین کتابخانه دنیا کتابخانه کنگره آمریکاست. میشه با یک دکمه آورد تو شبکه اینترنت خودت، تو سایت خودت، با این ابزارها، با این ابزار. این بهش میگن جهاد تبلیغی. بعد داریم جهاد سیاسی. علمایی که بینش سیاسی داشته باشن، روشنفکر باشن، سیاست زمان و روز و موافق و مخالف و حاکم بر دنیا رو بدونن. ما جهانی شدن رو از دست دادیم به خاطر که فکر رو تعطیل کردیم. فکر میکردیم که نمازی بخونیم کافیه، یا تسبیح دست بگیریم هر کسی بیشتر ذکر کرد. ذکر یعنی تفکر، نه اینکه تسبیح شمردن، ذکر یعنی تفکر. بله، فذکرونی اذکرکم، منو یاد کنید، فکر کنید، درست به من فکر بکنید، من شما رو یاد میکنم. با توسعه، با رشد، با توفیق. ما جهانی بودیم یه روزی، ما استعمارگران واقعی بودیم. کلمه استعمار یعنی کسی که دنبال عمران آبادی است، میره جای فتح میکنه که اونجا رو آباد بکنه، نه اونهایی که به خاک و کوب کشوندن ناموس مردم، بچه های مردم، فرهنگ مردم. این است که استاد مولوی میگد که مؤمنان باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمانی و حسرت برد. بینش سیاسی، جهاد نظامی اون آخره. اسلام دین جنگ نیست، دین وحشیگری نیست. تاریخ می نویسد که هر جای مسلمان ها فتح میکردن، ممالک کفر رو فتح میکردن، اونها اونقدر تو دلشون جا میگرفتن که اگر میخواستن حالا منتقل بشن به جای دیگه، التماسشون میکردن شما پیش ما بمونید، از اینجا نرید. اونهایی که آمدن مسلمانان رو کشتن، بعد داخل اسلام شدن دوباره. اسلام دینی است که بر قلب. میگن ابو سفیان و هند بعد از 21 سال مبارزه با پیامبر و دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که رسول الله آمد که مکه رو فتح بکنه در سال 8 هجری، 10,000 نفر مجاهد همراهش بود، اطراف مکه شب موندن، آتش روشن کردن که صبح وارد بشن. ابو سفیان و هند همسرش، هند جگرخوار، جگر حمزه رو خورد، به دندان گرفت. رفتن بالای خونه، از اونجا دور مکه رو نگاه میکردن شب. 21 سال مبارزه. امروز همون محمدی که ما بیرونش کردیم، مال و اموالش مصادره کردیم، 10,000 مجاهد داره آمده که مکه رو بگیره. فکر میکرد که محمد مثل خودشه، شون قدرت دستشه، شمشیر دستشه. اسلام دین شمشیر نیست، دین قلمه. نون و القلم ما یسترون.
دین معرفته، دین محبته، دین صفا و صمیمیته، دین خیرخواهی است. اسلام یعنی پرچم سفید. اسلام پرچم سرخ نیست، پرچم خون نیست. بله. این مرد و زن با همدیگه صحبت میکردن، بعد یک دفعه یکیشون به دیگری گفت، حالا مهم نیست، 2 تا جمله گفتن. ابو سفیان به زنش گفت زن، روزی که محمد رو از مکه بیرون کردیم دل اهل مکه هم با خودش برد. زنش بهش گفت مرد، بعد از 21 سال مبارزه من میبینم که اسلام از کانال دل وارد میشه، دل رو تسخیر میکنم. بعد آمدن پایین. فرداش صبح شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه به 10,000 مجاهد میتونستن که مکه رو به خاک و خون بکشونن، ولی اون که ملوک نیست، اون پیغمبره، اون رحمتا للعالمینه، فرق میکنه با ملوک دنیا، پادشاهان خودخواه و متکبر دنیا، فرق میکنه. اون رحمتا للعالمینه، حتی برای ملوک و پادشاهان دنیا هم رحمتا للعالمین بود. گفت کسی شمشیرش نشونه کسی نده تو مکه که او حب انتقام بیاد، شمشیرها تو غلاف. جلو افتاد، یه چوبی دستش بود، این آیه رو تلاوت میکرد، قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بگو حق آمد، باطل نابود شد، ناپدید شد. ان الباطل کان زهوقا، حق مندگاره و باطل ناپایداره. بعد وارد شد، رفت با همون چوبی که دستش بود فکر جاهلی رو سرنگون کرد. اونجا بت‌ها رو سرنگون کرد. بت یعنی چی؟ یعنی افکاری که تبدیل به بت شده بود در درونشون، بعد تبدیل به سنگ شده بود. اول این بت‌ها در درونشون شکل گرفته بود، بعد آمده بود بیرون. بعد میزد تو شکم بت‌ها، سرنگونشون میکرد و میگفت قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بعد رفت روی پله بالا ایستاد، خطبه خوند، سخنرانی کرد، موعظه کرد. حالا اهل مکه همه ایستادن. سکوت فرمان شد، گفت یا معشر قریش ما تظنون انی فاعل بكم اليوم. شما چی گمان میکنی درباره من 10,000 نفر همراهشا؟ امروز من چه کار میکنم در حق شما، در برابر شما؟ یک نفر بلند شد از وسط از کفار، گفت اخون کریم و ابن اخ کریم. سبحان الله، 21 سال با او جنگیدن، بیرونش کردن، ولی اونو میشناسن، میگن اخون کریم و ابن اخ کریم. تو برادر بزرگوار و با گذشتی ما هستید و بزرگواری و گذشت رو از تو سراغ داریم. و ابن اخ کریم و پسر برادر کریم و بزرگوار و با گذشت. پیامبر نگفت حتی مسلمان بشید. خوب دقت بکنید، اسلام تحمیلی و اجباری نه، نفاق ایجاد میکنه. گفت اذهبوا فانتم الطلقاء، همتون برید که آزادی. وقتی عفو عمومی صادر کرد، حالا کسی نمیره. گفتن این عظمت فقط در اسلام. همه اونجا رو به قبله علم و ادب و اخلاق و بزرگواری ایستادن و گفتن این اخلاق زمینی نیست، این اخلاق بالاست. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. جالبتر از این، ما وقتی کسی به ما بد کرده بعد ضعیف می شود، ما انتقام از او میگیریم، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم از این صاحب منصبان انتقام نگرفت. آمد 3 تا جمله گفت. گفت هر کسی به مسجد الحرام پناهنده شد در امانه، هر کسی رفت به خانه خودش پناهنده شد در قفل کرد در امانه، و هر کسی پناهنده شد به خانه ابو سفیان بزرگ مکه در امانه. یعنی ابو سفیان رو کاری کرد، اون بزرگ بود، نگفت بهش مؤمن یا مسلمان بشو، گفت هر کسی به خانه ابو سفیان بزرگ قریش هم پناهنده شد اون در امانه. اون قدر بهش احترام قائل شد که ابو سفیان دیگه تسلیم شد. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، ما را از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. برای جوانان ما، چون جوانان نیروی زنده فردای وطن هستند، شما چی نظر دارید و
چی گفتنی هستید؟ اروپا و غرب کشور پیره، جهان اسلام جوانن. مثلا ما در کشور ایران عزیزمون، اسلامی عزیزمون 70 میلیون جمعیت داریم، بالای 50 میلیون جوان داریم. 18 میلیون نفر فقط دانش آموز از اول تا دانشگاه که 7 میلیونشون متوسطه و دانشگاه میخونن. 7 میلیون متوسطه، یعنی 18 میلیون فقط دانش آموز و دانشجو داریم. کشورهای اسلامی کشورهای جوانن و جوان یعنی سرمایه پایدار، سرمایه طولانی. یعنی دانشمندان غرب و اروپا سنشون از 60 به بالاست، 50 به بالاست، ولی دانشمندان ما از 25 30 الان به بالا هستن. یعنی خیلی ما مجال برای رشد و پیشرفت داریم. صحبت من اینه که دید ما و دید اسلام به جوانا به عنوان یک سرمایه پایدار ملی است و اسلامی است. خب جوانا دیگه خودشون تشخیص بدن که این دید ماست. امید ما یعنی جوان و نسل آینده. خب این امید زمانی تحقق پیدا میکنه، تحقق بخشیده میشه و زمانی این سرمایه تبدیل به سرمایه واقعی میشه که این شخصیت جوان شکل بگیره، اول با تعهد بعد با تخصص. من خلاف این مقوله هستم که ما پزشکان و مهندسان و متفکران لازم داریم اما بی تقوا لازم نداریم. پزشک بی تقوا، مهندس بی تقوا، متفکر بی تقوا. ما دو تا مقوله داریم، تعهد و تخصص. طلبه هایی که از دنیا خبر ندارن، عالم دین هست، نماز میخونه اما از دنیا خبر نداره، این بازم ما مشکل داریم. متخصص هست، متفکر هست اما از دین دوره، اینم نه. متخصص و متعهد یعنی کسانی که هم پایبند مسائل دینی باشن و اخلاقی و ارزشی باشن و هم اهل فن و تخصص باشن. من دوستی داشتم از مناطق شیراز، پیرمردی بود، ایشون هجرت کردن به امارات. ایشون تعریف میکرد از فرزندانش، میگفت روزی که فرزندانم میخواستم بفرستم آمریکا برای تحصیل، 3 تا پسر دارم. گفتم دست بده بابا، من کل زندگی میفروشم، خرج تحصیل تو میکنم، کسب علم تو در آمریکا میکنم، تو هم یه دست به من بده. وقتی رفتی اونجا فقط درس بخونید، نرید اونجا کاباره، بار، سیگار بکشید، رقص بکنید، نمیدونم دیسکو برید، کارهای دیگر بکنید، بعدم یک زن مسیحی با خودت بیارید تو به عنوان همسر. دنبال علم باشه، دنبال علم. دیگه پسرم دکترای ژنتیک گرفت، یک نخ سیگار در اون 15-16 سالی که او تو آمریکا بود که همه چی آزاده، یه نخ سیگار نکشید. بعد سیگاری نشد، سیگاری هم نشد، دکترای ژنتیک گرفت، برگشت گفت بابا منو داماد کن. یکی از دخترای مؤمن منطقه خودمون، هم دین خودمون، هم کیش خودمون. 2 تا پسرام دیگه رفتن آمریکا، دکترای شیمی گرفتن آمدن، لب به سیگار نزدن. 3 تا پسر، یک دکترای ژنتیک، 2 تا دکترای شیمی، مؤمن. میگفت این سرمایه. من تعهد دادم، اونم تعهدشون عمل کردن، درس خوندن، برگشتن، هر 3 تا پروفسور شدن. من توصیه من اینه که جوانان درس بخونن، مطالعه مفید داشته باشن، وقت بذارن برای درس خوندن، هدفمند درس بخونن و از هر نفس استفاده بکنن و اکتفا نکنن به کتاب‌های دانشگاه و درسیشون. مطالعه متفرقه هم داشته باشن، مطالعه چه غیر مقرر و اجباری هم داشته باشن تا سعه فکرشون و افق فکرشون باز بشه. و من تأکیدی که دارم روز زبان، هر زبانی غیر از زبان مادری یاد بگیری، دنیایی است و وسعت فکر چند برابر میکنه. یعنی فکر جهانی میتوانید، فکر جهانی، زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان خودت، حداقل 3 تا زبان. میگم چیزی که از خودمون گذشته باید نگذاریم از فرزندانمون بگذره. امروز اگر تو اون کنفرانس یه جوانی من دیدم گفت من فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه ریاض میخونم، مترجم هستم.
من اینقدر از تاجیکستان بود خودش معرفی کرد، من خیلی خوشحال شدم، یعنی از خوشحالی گفتم الحمدلله. یکی دیگه به من گفت، یه جوانی معرفی کرد تو کنفرانس، گفت ایشون ترجمه عربی رو تو کنفرانس میکردن. خیلی خوشحال شدم، سنشون جوان، مؤدب، خوش اخلاق، ابزار دارن، به 5 تا 6 تا زبان اینجا ها ترجمه میشد. اگر ما ابزار کار نداشته باشیم پس زبان رو ارج بنهیم، زبان مادریمون درست بفهمیم، زبان عربی چون زبان دین ماست و قرآن ماست، و زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، چند تا زبان دیگه. من سفری به بنگلادش داشتم چند سال پیش، در اجتماع جماعت تبلیغ اونجا رفتم، بعد به من بیان دادن در مسجد جامع فرودگاه 5 ساعت هواپیما تأخیر داشت، گفتن شما بیاید عالم هستید یه ربع ساعت قبل از خطبه روز جمعه سخنرانی بکنید. اونجا زبان عربی به دادم رسید، خطیب عربی بلد بود، من ربع ساعت عربی صحبت کردم، این ترجمه میکرد. بعد که میخواستم تو فرودگاه سوار بشم، کل کادر فرودگاه و درجه دارایی که اونجا بودن همه تواضع میکردن. من اونجا گفتم اگر من زبان بنگالی بلد بودم با 180 میلیون به زبان خودشون صحبت میکردم. افسوس خوردم، رفتم یک موزه نگاه کردم، کتابهاشون تو موزه به عربی و فارسی بود. درس بخوان. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. اولین آیت کی اومد؟ اولین آیه اقرأ، بخوان، اما خواندن هدفدار. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. حرف اگر میزنی حرف هدفمند بزن. سددو و قاربو و ابشروا، پیامبر میگه زندگی رو سددو، زندگی رو هدفمند بکن تا نزدیکی حاصل بشود، و ابشروا، بعد بشارت به تو. پس اگر میخوایم بخوانیم باید به نام رب بخوانیم و به خاطر رب بخوانیم. اقرا نه هر خواندنی مفید است و جواب میدهد. اقرا بخوان، ولی گفته بسم ربک، به نام خدا، به خاطر خدا بخوان، به خاطر ارزش علم بخوان، به خاطر که خدا دستور داده بخوان، و در خواندنت هم خدایی باشه. فکر میکنم که بسیار صحبتی عالی بود. انشالله برای بیننده ما و بیننده ما از این صحبت برای خود یک معنی میبردارد. این انشالله مستفید شد از این صحبت و تفکر میکند که پس چه باید کرد، یعنی رسالت انسان در این دنیا برای چیست. بازم از شما یک جان تشکر، چون خیلی ممنون. منم وقتی بسیار قیمتی خود را دریغ نداشتید و دعوتی ما را پذیرفتید. زنده باشید استادی عزیز. خیلی ممنون. منم از همه شما و در رأس این برنامه خود جناب عالی ریاست محترم جمهور که ما رو دعوت کردن و با مردمش معرفی کردن، ما رو در کشور خودش و جمع ملت خوب خودش قابل دونستن، لایق دونستن. من بی نهایت تشکر میکنم و برای دولت و ملت عزیز و دوست داشتنی تاجیکستان که خانه دوم خودم میبینم و کشور دوم خودم میبینم، آرزوی موفقیت و سربلندی و عمران و آبادی در همه زمینه‌های زندگی مادی و معنوی از خداوند متعال دارم و امیدوارم که همه ما و شما در همه امورات زندگی خاتمه به خیر بشیم. التماس دعای خیرم از کل مردم تاجیکستان دارم. تشکر بسیار. علامه اقبال میگه که در جهان بال و پری خیش کشوده ناموس، که پریده نتوان با پر و بال دیگران. و اون پر و بال فکر میکنم علم است، خرد است، در زمینه تفکر کردن. و برای همه شما فکر خوب و سالم و صالح آرزومند هستم. باقی خدا نگهبان شما. خیلی ممنون. متشکرم.